داملا این بچه کلونی که امروز مادر رو سگ گفت، فردا در نزد خدا چی جواب میگوید؟ برای مادری خود سگ میگوید به نام پروردگار این ارزنده نیست. ای دادر عزیز بیدار شو، این کاری که تو کردی، این راهی که تو رفتی، الله دانا است. به خدا قسم سگ از سگهای دوزخ میشوی. این الله دانا هست. او قصه ای که حبیب خدا در قبر آواز خر میشنیدن، از قبر آواز خر می برآمد. سبب او را وقتی که جستجو کردن، جوانی بود که در دنیا مادر خر گفته بود که الله او را در آواز خر یا مثل خر در قبر گردانیده بود. دادر عزیز، تا مهلت داری، اگر جان تا خدا نگیرد و این صدای ما به گوش تو رسد، به سوی خدا توبه کن. زیرا مادر گریه دارد و میگوید ای پروردگار حق مادری مرا از او برویان.